عساها في الجنان تنعم بخيرات الحسان وتبدل أيام الزمان. إبراهيم إسماعيل إسحاق يعقوب ونواسي از انبیا کلش یهودی بود. همین هم میگن اون وقت 14 قرن پیش یهودی ها میگن ابراهیم یهودی بود. ابراهیم چی بود؟ اسماعیل یهودی بود، اسحاق یهودی بود. در حالی که یهودی یک معنای یهود هم میفهمه چی؟ یهودا این بچه یعقوب است. یهود کی است؟ یک فرزندش. کل قوم به نام یک نفر کردن یهود. بچه یعقوب. یعقوب فرزند کیست؟ اسحاق. پدر یعقوب اسحاق. و پدر اسحاق ابراهیم. پس یهودیت بعد از یعقوب پیدا شد. یعنی یهودا پیدا شد که قوم یهود با نسل یهودا رو یهود میگن. فهمیدین؟ اینال یک کسی که پسان پیدا شود، یک کسی دیگه پیش تیر شده باشه. ما گفتم میتونم که انسانایی که پیش تیر شده در این حزبی که نو جور شده اینی در اینی حزب است. گفتم میتونم. حتی در سورة آل عمران الله میگه، بیان میکنه، میگه یهود بیعقلا. شما میگه چطور ابراهیم میگن که یهودی بود؟ یهودیت خب پسان پیدا شد. تورات و انجیل خب پسان پیدا شد. نصرانیت خب بعد از عیسی علیه السلام پیدا شد. نصران جایست که عیسی تولد شده. خب یا مسیح بعد از عیسی، نه عیسی بعد از عیسوی که میگن، این خب بعد از عیسی. حالا شما ابراهیم چطور میگن عیسوی بود؟ تو وقتی که ابراهیم بود عیسی هیچ وجود نداشت. وقتی که ابراهیم بود یهود هیچ وجود نداشت. قوم قبیله به نام یهود نبود. مثل که یک کسی بگوید ابوبکر حنفی بود. چی بود؟ حنفی بود. حنفی مذهب بود. عقل قبول کرده میتونه. وقتی که ابوبکر بود حنفیت این نبود. امام ابو حنیفه خواهیم در 180 هجری پیدا شده. با در 150 وفات کرده. و مذهب حنفیت 400 سال بعد از اسلام پیدا شده. اگر کسی بگه که ابوبکر حنفی، عمر زنو حنفی، عثمان علی در مذهب امام سر مذهبی بود. چقدر ما میگم بیعقل؟ یا چی میگفتن؟ ابراهیم در مذهب ما بود، یهودی بود. اسماعیل یهودی بود. اسحاق یهودی بود. یعقوب یهودی. در حالی که یعقوب پس پیش تیر شده. مثلا شما سورة آل عمران سعی کنین، ما یک آیت براتون دور بتون سعی کنین سورة آل عمران تیز دیگه دور بتین ورقه. در سورة آل عمران الله تقبیح میکنه اینا را، میگه شما چقدر احمقا هستید. آیت 65. سر ابراهیم یا دعوا داشتن که یهودی بود، در مذهب ما بود، در دین ما بود. خب آیت 65 سورة آل عمران سپاره 3 الله چی میگه؟ یا اهل الکتاب، ای اهل کتاب یهود نصارا بدبخت، لما تحاجون، چرا بحث میکنین، گفتمان میکنین، جنجال میکنین فی ابراهیم، درباره ابراهیم که میگین یهودی است. یهودی ها میگن یهودی، نصرانی ها میگن نه نصرانی. و ما انزلت التوراة والانجیل الا من بعد، تورات و انجیل نازل نشده مگر بعد از این. یعنی یهودیت نصرانیت بعد تورات انجیل پیدا شد. این خوب وقت دیر شده. تباری از چرا چند افلا تعقلون، عقل نداره؟ یک مردم انسان سابقه را دین خود داخل میکنه. پیش دیر 2000 سال پیش دیر شد. آدم 2000 سال پیش یک حزب که 2000 سال بعد جور شده، یک مذهب میگه دینی مذهب. یهودی ها میگه ابراهیم یهودی بود. الله میگه عقل نداری؟ خب وقت دیر شده. ها انتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، شما کسایی هستید که بحث بکنین در آنچه که علم باشه. فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم، چرا بحث میکنین در آنچه که شما علم ندارید؟ والله يعلم وانتم لا تعلمون. اینا باز میگه ما کان ابراهیم یهودیا، ابراهیم یهودی نبود، ولا نصرانیا، نصرانی نبود، ولكن کان حنیفا مسلما، این ابراهیم مسلمان بود، با عقیده توحید استوار بود. و ما کان من المشرکین، مشرک نبود.
گفتیم مثالش همیست که اونا یهودا میگفتن که ابراهیم یهودی، در مذهب ما در دین ما بود. دین ما قوی است که این ابراهیم در دین بود، این اسماعیل بود، اسحاق. نه عیسوی ها میگفتن که نه در دین ما بود، عیسوی بود. عیسوی ها میگفتن ابراهیم عیسوی بود. مثالش گفتم همیست که بگیم ابوبکر حنفی ها میگن ابوبکر حنفی بود، ابوبکر عمر حنفی بود، عثمان و علی حنفی بودن، حسن و حسین در مذهب امام صاحب بودن. عبدالله بن مسعود اینا او بدبخت و ظالم و وقت شد. حتی یکم جاهلا داریم میگه محمد ابن عبدالله رسول الله خاتم النبیین در کدام مذهب بود؟ میگه حنفی بود، در مذهب امام صاحب. بسیار امام صاحب دوست او ظالم چی جهالت. این مرض در یهود بود، حالی مرض در این مسلمانان چی کرد؟ والا یمیت مسلمان فعلا است بگوی محمد رسول الله در کدام مذهب بود؟ میگه حنفی بود. شافعی ها را که بگوی میگه شافعی بود، مالکی ها را بگوی میگه مالکی بود، جعفری ها را که بگوی میگه جعفری بود، شیعه بود شیعه بود. و حنبلی ها را که بگوی میگه بعض جایل داره حنبلی بود، حنبلی. الله می فرماید ای احمقا ای جاهلا هم تقولون، آیا شما میگوین نیگه پس شرمتان نمیاد؟ یک قدر حیا ندارین؟ میگوین یعنی ادعا میکنین ای اهل کتاب یهود نصارا ان ابراهیم که بدون شک ابراهیم اسماعیل اسحاق یعقوب و الاسباط نواسای یعقوب علیه السلام کانوا هودن یا یهودی بودن. یهودی ها میگه یهودی بود کلش. نصرانی ها میگفت او نصارا یعنی این ابراهیم اسماعیل اسحاق اسباط کانوا نصارا بودن. اینطور میگن. ای بدبختا شرمتان نمیاد. حمزه بر استفهام انکار. نباید لیکاپا بگوین قل انتم اعلم ام الله، شما خوب میشناسین اینا را میفهمین در حالت یا الله. شما اینا را خوب میشناسین یا الله. الله خوب میشناسه که یا نه یهودی بود نه نصرانی. این دینا را شما پسند بدعت کردین جور کردین. واقعا یک بدعت است یهودیت نصرانیت. قل انتم اعلم